بخشی از اجرای مجید رضوی بود که اینو ببینیم و اون کامنتی که روش نوشته شده. به این رفتار میگن ننه من غریبم. ننه من غریبم بازی در آوردن اصطلاحاً. مخاطبه داره جیغ میزنه، مجید رضوی بهش میگه نکن دیگه. های توهین خواننده تازه به دوران رسیده فلان. درست ترین کار رو مجید رضوی اینجا انجام داد. من شخصا اگر روی اون صحنه بودم با احترام راهنمایی به بیرون. حناق چرا جیغ میزنی؟ چرا احساس میکنی اگر پول دادی رفتی نشستی توی یک اجرایی حق داری جیغ بزنی؟ بابا گوش بغل دستیت رو چرا آزار میدی؟ یاد بگیریم هممون وقتی میریم روی یک صندلی میشینیم ما اجازه نشستن روی یک صندلی رو با تیکتی که داریم، اجازه نشستن روی صندلی رو به مدت زمان 2 ساعت 1 ساعت و نیم 2 ساعت داریم. صاحب اون سالونی و زهر مار توی یک مکان عمومی نشستی، بفهم جایی که عمومیه تو اجازه نداری هر رفتاری رو بکنی. ببین بعضی از کارها رو یک دفعه بر اساس جو سالن همه با هم تصمیم میگیرن انجام بدن، همه جیغ بزنن، همه بلندشن برقصن. تو هم میتونی این کارو بکنی. نمیتونی تصمیم بگیری یک دفعه شیرین بشی، با نمک بازی در بیاری وسط کنسرت، یارو داره میخونه پی همخونه میگردم تا از اون ورداد بزنی منم هستم. من کاری به این ندارم که 10 نفر از این شیرین بازی تو خوشش میاد. من به این کار ندارم. به این کار دارم که همون پولی رو که تو دادی من هم دادم که بشینم اونجا صدای خواننده رو بشنوم، شعر رو بشنوم و از فضایی که توش هستم لذت ببرم. اومدم کنسرت، نیومدم با نمک بازی های تو رو به عنوان یک استندآپ کمدین تحمل بکنم. پس این رو یاد بگیریم. همون جوری که خواننده موظفه به یک سری از آداب‌های صحنه گردانی، شما هم به عنوان مخاطب موظفی که یک سری رفتارها رو انجام بدی. در غیر این صورت اگر از سالن هم بندازنت بیرون حقته.